در مسئله تربیت فرزند سعدی شیرازی برای پدر و مادران یک غزل خوبی گفته که گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه گفته منظور شاعر اینجا کسب و هنر است. میگه شاید که پیشه باید روزی که کار گفتن چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. در حقیقت در مسئله تربیت فرزند باید ما جدی باشیم. چگونه که برای خوردن و لباسش زحمت میکشیم برای مدنیت و معرفت و علم و هنرش نیست تلاش می‌ورزیم. زیرا نظام گنجایی میگه که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. برای مشکلات زندگی که پیش آید در راهی بکند باید فرزند کسب و هنر داشته باشد. وگرنه گفتی همون سعدی شیرازی که شاید که پیشه باید روز یگان جدا کار گفتن چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه.